دوستان عزیز، من آفسترس هستم. خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم با یه ویدیوی جذاب فوتبالی به من مربی برتر. خب دوستان، این اولین ویدیو من تو یوتیوب هست بعد اینکه من تو آپارات ویدیو میذارم. اومدیم تو یوتیوب کار کنیم. لایک دنبال فراموش نشه. امیدوارم عزیز خوشتون بیاد. ساب کنید. واقعا من به لایک و دنبال شما خیلی نیاز دارم. بریم سراغ ویدیو. بریم بازی خوب. یه اکانت خیلی خوب داشتم ولی اون پرید. الان اومدیم با یک اکانت ضعیف. 2 روز بیشتر بازی نمیکنم. بریم ببینیم بازیکن چی اومده بخریم 2 دست بزنیم بازی. خب بازی اول هستیم با نود ارومیه مساوی هستیم، ولی من آمار بهتری دارم که اول هستم. ببینیم دقیقه توسط گل 18 گل خورده 8 خوردم 18 تا خورده، گل زده 26 تا زدم 28 تا زده. مساوی 4 تا داشتم، یکی داشته باخت، هیچی نداشتم، 2 تا داشته. خب من اینجا کل بازیام تو لیگ دسته یک یه دونه جام حذفی باختم، 4 تا مساوی تو لیگ، بقیه برد. بعد اینم ترکیب من هستش. اونا که خریدم ظاهر کاظمی، مهدی عبدی، سلمانی، مرادی، معصومی، عابدزاده. بعد الان 7 امتیاز داریم، میتونیم جمع کنیم یه دونه خوب بگیریم. میتونم بگیرم بازی کنم ولی دفاع میخوام. دفاع خیلی ضعیفه. همین الان میتونم اینو بخرم، ویو جمع کنم اینو بگیرم. احسان قهاری. ببین حمله قوی کنم خیلی خوب میشه. دیدی نیازی به حمله ندارم. این تا موقع خوب میشه. بذار 3 دست بزنیم بگیریم. با داماشکیلان بازی داریم، قدرت 61 68. خب بریم بازی داشته باشیم. یه بازی زیبا. خب تخت جمشید تیم ماست. بریم داشته باشیم. خب اینم ترکیب اونا میذاریم رو سریع. خب مهدی عبدی میگیره، دفاع میکنن. قاسمی برو جلو. ماشاءالله گل اول میزنیم. علی یعقوبی گل اول با ثمر مثل واسه تیم. حالا میریم جلو. تیم اونا جلوست. میگیریم. دفاع ما خیلی قویه. تاکتیک رو رسن نشونتون ندادم. الان میبینید مهدی علی یعقوبی دبر نمیکنه. برو جلو. عشقای دل بزن. ماشاءالله مهدی عبدی گل میرسونه با تیم ما رو. دقیقه 45 نیمه دوم. میره جلو. برو. ای دفاعش هم قویه ولی 3 تا خورده دفاع ما که نمیرسه. برو ماشاءالله عالی. برسیم الان لیگ دستی کم هستم، برسم لیگ برتر اصلا نمیتونم ببرم. خیلی سخته، باید تیمم خیلی قوی کنم. برو عالی. دروازه بزن. با تموم 1,300,000,000 بازی رو 3-0 4-0 بردیم. نود ارومیه اینو ببرم دیگه بهم نمیرسه. به نود ارومیه رسیدیم، همونی که اول بود، یعنی با ما مساوی بود امتیازش. ببینیم میتونه ما رو ببره. او یه قدرت از ما بیشتره. برم خدا. یک بازی حساس، اگه ببره اوله. خب شروع میکنیم بازی. زمین واسه نود ارومیه است. نتونست کاری کنه و گل اولو میرسونه تخت جمشید. مسعود ظاهر کاظمی گل اولو میزنه. ما هجومی کردیم تاکتیکو، همینجوری فشار میاریم تو حریف. هافک حریف میزنه، دروازه میگیره، میساده مهدی عبدی به تیم ما، یعنی تخت جمشید به گل میرسوندش. حالا تیم اونو حمله میکنن نمیتونن، دروازه‌بون داره سیف میکنه پشت سرم و باز هم دفاع میگیره. و نیمه دوم مهدی عبدی علی یعقوبی میگیره. حالا حمله میکنن، باز دروازه‌بون عبدی میگیره. حالا میره جلو، دفاع ما باز هم میگیره.
هی تیم ما میگیره و اونا میگیرن و یک کی میزنه نو دورومیه. شانسی بهمون نرسه. باز داریم اوه قدرتش خیلی قویه. ببینیم میتونیم ببریم این بازی رو، ببریم میتونیم فخریانو تو دست بگیریم. چند دو رسیدیم بهش، ولی یکی میگه اینو بیاد جمع کنه. چه بازی کنیه بگی قبلا داشتمش بگیرمش بندری بزنه تو بازی ها للللللل کنه قهرمان ببریم ناش خوب میشه، ولی به بازی هم اول دیگه بازم کم نمیشه از همون چیزی. ولی ببینیم چی میشه. تخت جمشید میزبان و سایپا مهمان. ببینیم در حضورمون چه خواهد بود. به نام خدا. بازی که حساس نیست ولی تیم قوی رو برومون. ببینیم چی میشه این بازی. خب میزبان ما این حمله رو داریم شروع میکنیم. میره جلو، نمیتونن بگیرید که سیف میکنه. حمله از اونا دو تا پشت سرم سیف کرد. حالا تیم ما یه ضد حمله نتونستن بزنن و تیم اونها بازم دروازه‌مون سیف میکنه. چه دروازه بونیه و دیگه نتونه سیف کنه. علی زاره گل اولو به ثمر میرسونه به سمت تیم اونها و شروع میشه بازی. دقیقه 41 به گل میرسن. وای نزدیک گلو بخوریم. میبینیم تیم میتونه ببره. میرن جلو، نمیذارن. دفاع قوی داره تیم سایپا. توی دروازه علی یعقوبی به گل میرسونه تیم ما رو. ببینیم در چه حال بازی 1-1 میتونه کامبک بزنه تخت جمشید. واویلا سایپا گل دومم میزنه. ببینیم میتونیم مساوی کنیم یا خیر. میره جلو. حالا حمله از اون تیمه میزنه دروازه میگیره. حالا یه ضد حمله. وای شانس میاره تیم ما. وای چه دقیقی و ما این بازی رو باختیم. اشکال نداره اصلا. یه بازی خوبی است که نودورومی هنو نتونسته ببره و میخوایم ما یک حمله خوب، یعنی پرسپولیسی عشق مجتبی فخریان رو به تیم بیاریم. برو ترکیب به تیممان فخریان اضافه میشه. به به شمارش هم 7 میکنیم. فخریان درود. شماره فخریان 7 ثبت میشه. خب بریم سراغ بازی با مس سونگون. اینم از ما قوی تر یه دونه. این میتونه محمدی هم بهرام محمدی 3 بازی دیگه خوب میشه، ولی ما حملمون رو دیگه داریم. بریم سراغ بازی. یه بازی جذاب در راه داریم به نام خدا. مثل سونگون میهمان و تخت جمشید باز هم میزبان. ببینیم چی میشه. 5 دفاع هم هستش. خطرناک شده ذره بازی. او رو ببینم فخریان میتونه جای بازیکنایی که داشتیم یه پاس گل میده به مهدی عبدی. هنو نیومده. حالا بازی شروع میشه. از تیم مهدی سونگون دستشونه میرن واسه حمله. بیرون میزنه و باز هم میگیرن، ولی تخت جمشید دفاع میکنه. میگیرن. فخری نتونست بزنه. فخری بالاخره توی بازی اولین بازیش 1 گل 1 پاس گل. چه میزبانی، چه بازی کنیم ما خریدیم. حالا ببینید از تیم مس سونگون و گلا میزنه. چه دقیقه 44:30، یعنی ما پاسو بدیم سوت میخوره. چه بد شانس. دیدید پاسو ندادیم تازه. حالا از مثل سونگون میتونن کمک. فخریان پشت ما و جریمه توی دروازه. چه گلی به نازمت. این از این بازی جذاب و دیدنی از این تیم. برو. وای دقیقه 79، یعنی 80 شد الان. بازی زیباست و تموم. میثم مرادی واسه یک بازی مصدومه. ببینیم واسه چی. وای مصدوم شد. میاریمش بیرون.
خب دوستان واسه این با قسمت اول قسمت بس. اگه دوست داشتید اگه ویدیو به 5 لایک برسه پارت 2 مربی برترم میذارم واسهتون. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. بعد اینکه لایک دنبال فراموش نشه، واقعا به لایک دنبال شما خیلی نیاز دارم. بعد اینکه خدا نگهدار. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد.